ادب و احترام دوستان، به استودیو سلام بابا خوش اومدید. امروز با معرفی یکی از دستگاه پخت و پز برند سامسونگ در خدمت شما هستیم و خب اینجا پرفروش‌ترین مایکروویو برند سامسونگ رو داریم، مدل 5133 سال ساخت 2015. این دستگاه، این مایکروویو دوستان به صورت روکار و مبلن قابل استفاده هستش که ابعادش دارای پهنای 55 سانتی متری، عمق 46 سانتی متری، ارتفاع 31 سانتی متری هستش و خب وزنش هم تقریبا 18 کیلوگرمه. کد کامل این مایکروویو دوستان MG40J5133AT هستش که دستگاه ساخت و منتج کشور مالزی هستش. کیفیت ساخت واقعا خوبی داره. رنگش هم به رنگ نقره‌ایه که در واقع یک ورقه استیل یک تکه و یک دست رو داره و خب شما اگر دنبال همین مایکروویو با همین مشخصات ولی رنگ مشکی هستید، مدل 402 رو داریم در برند سامسونگ که دقیقاً از نظر امکانات، مشخصات، ظاهر و ظرفیت کلی مشابه همین مدل منتها با رنگ مشکی عرضه شده و خب این مدل دقیقاً رقیب مستقیم مدل 8065 شرکت LG هستش که قبلا ویدیو کار با 8065 رو ما توضیح دادیم داخل یوتیوب و ویدیو معرفیش هم هست، اگر خواستید که میتونید برید ببینید. از مشخصات کلی این مایکروویو بگم براتون دوستان، ظرفیت این دستگاه 40 لیتریه، همونطور که از کدش معلومه. ابتدای اولش هم عدد 40 که به معنی ظرفیت کلی دیگه دستگاه هستش که ظرفیتش 40 لیتره و خب برای خانواده 4 نفره میتونه مناسب باشه. توان مصرفی این دستگاه رو حالت گرین 1300 وات، رو حالت مایکرو 1500 وات، پخت ترکیبی هم داره که توانش میشه 2800 وات. این ستایی که گفتم توان مصرفی دستگاه هستش، ولی خب توان خروجی دستگاه برابر 900 وات. پس توان مصرفی رو شما با توان خروجی اشتباه نگیرید. کار اصلی مایکروویو یا در واقع استفاده اصلی که از مایکروویو میشه برای گرم کردن و یخزدایی و ذوب کردن انواع اقسام مواد غذایی هستش و خب از اینجایی که این مایکروویو سیستم گرین رو هم داره، شما میتونید برای برشت کردن و کباب کردن و تورت کردن غذاهاتون ازش استفاده بکنید، چرا که المنت و هیتر داره. خب ابتدا این قسمت کنترل پنلش رو ببینیم با هم دیگه. برخلاف چیزی که داخل ویدیو میبینید، این کنترل پنل دوستان دکمه‌ای و لمسی نیستش، در واقع دکمه فشاری هستش که شما میتونید برای انواع اقسام غذاهای مختلف ازش استفاده بکنید، مثل گوشت قرمز، گوشت ماهی، گوشت مرغ، برای پخت اسنیک، سیب زمینی، پاپ کورن و پخت گریل و ترکیب و اینا رو همه داره که من حالا جلوتر کامل 0 تا 100 کار با این پنل و برنامه‌ها و آپشنش رو خدمتتون توضیح میدم. یه دکمه یا شاسی داریم ما اینجا که اگه بزنید درب دستگاه به این صورت باز میشه. داخل دیگه رو اگه ببینید دوستان سرامیکی هستش که در واقع هم ضد خشه و هم ضد زنگه و همین که تمیز کردنش خیلی راحته، یعنی در واقع لکه و چربی غذا رو به خودش نمیگیره و شما خیلی راحت میتونید تمیزش بکنید. اقلام همراهش چیه؟ ببینید ما یه دو پایه داریم یا همون سینی مخصوص گرین هستش که شما ظرف غذاتون رو اینجا میذارید و این دو پایه رو به اصطلاح روی سینی قرار میدید که اینجوری ظرف غذای شما به المنت و هیتر نزدیکتر بشن که المنت و هیترش هم میبینید روی صف کار شده که در حالت گرین فعال میشه. اینجا یک دفترچه راهنما داریم، یک دفترچه نسبتاً قطور هستش که 0 تا 100 کار با این مایکروویو و برنامه‌ها رو داخلش توضیح داده به چندین زبان مختلف، ولی خب زبان فارسی نداره و به زبان فارسی توضیح داده نشده، ولی ما خودمون بر شما توضیح میدیم. اینم از سینی گردان دستگاه هستش، همونطور که ملاحظه می‌کنید یک سینی شیشه‌ای هستش که حول یک محور میچرخه و زیرش هم یک سپایه قرار داره که باعث شده این شیشه یا همین صفحه‌ای که اینجا می‌بینید به راحتی بتونه داخل مایکروویو به گردش در بیاد و زمانی که ظرف غذاتون رو هم اینجا میذارید، ظرف غذا شما همراه با این سینی حرکت میکنه و اینطوری باعث میشه که گرمای یک نواختی به کل سطح غذای شما برسه. خب این از معرفی کلی مایکروویو 5133 که خدمتتون توضیح دادم. بریم که 0 تا 100 کار با برنامه‌ها و آپشن این دستگاه رو با هم دیگه یاد بگیریم. خب دوستان اینجا پنل مایکروویو 5133 رو داریم. برای بار اول که دستگاه رو به برق میزنید، این ساعت دستگاه رو ملاحظه میکنید اینجا ساعت 12 هستش. برای اینکه ساعت دستگاه رو بخواید تنظیم بکنیم از گزینه کلاک استفاده میکنیم و خب بهتره که زمان دستگاه رو شما تنظیم بکنید که همیشه زمان دقیق دم دستتون باشه. برای این کار ببینید دکمه کلاک رو شما فشار میدید، فشاری هستش. الان بالفرض مثال ساعت 4 و تقریبا 20 دقیقه هستش. من ساعت 16 و 20 دقیقه رو تنظیم میکنم. ساعتی که شما تنظیم کردید از این گزینه استفاده میکنید که ساعت ست بشه. ساعتی که تنظیم کردید ببینید به این صورت الان ساعت ست شد. کلا این دکمه برای انتخاب کردن برنامه‌ها و استارت و شروع برنامه‌ها ازش استفاده میشه. خب حالا گزینه بعدی که این قسمت هستش اکو هستش که در واقع میاد دستگاه الان صفحه‌اش خاموش میشه و خب این ساعت دیگه به شما نشون نمیده که دستگاه به حساب برق کمتری مصرف بکنه. در حین پخت و پز اگر شما اکو رو بزنید کلا دستگاه با انرژی کمتری کار میکنه که
حساب برق کمتری مصرف بکنه. ولی خب ما اینو صرفاً خاموش میکنیم. دکمه سان رو اگر بزنیم میتونید صدای بیپ دستگاه رو غیر فعال بکنید. مثل الان که دیگه صدای بیپ از دستگاه نمیاد، ولی خب من میذارم که صدای بیپش روشن باشه. گزینه‌ای که اینجا داریم دوستان کیچن تایمر هستش. گزینه بعدی در واقع یه تایمری هستش که به شما یادآوری میکنه آشپزی رو شروع بکنید. به فرض مثال میخواد توی 10 دقیقه یه ربعی وسایلتون رو آماده بکنید، حالا وسایل پخت پزتون رو، و خب میگید که بعد از 10 دقیقه من باید بذارم داخل مثلا مایکروویو. چیکار میکنید؟ کیچن تایمر رو میزنید و بهش زمان میدید با این دکمه‌های عددی. به فرض مثال 10 دقیقه رو من ست میکنم و استارت رو میزنم. دستگاه بعد از 10 دقیقه با صدای آلارم بیپ به من هشدار میده که آقا مواد غذایی شما آماده هستش، دیگه الان دستگاه رو باز کن و مواد غذایی رو بذار داخل مایکرو و آشپزیت رو شروع بکن. خب حالا من اینو کنسل بزنم. یه گزینه دیگه هم داریم اینجا پاور لور هستش که شما میتونید در 10 تا سطح مختلف قدرت دستگاه رو حین پخت و پز مشخص بکنید که حالا این زیاد کاربردی نیستش و صرفا بذارید همین برنامه پیش‌فرض خودش با اون قدرت از پیش‌فرض تعیین شده کار بکنه. خب این سه تا دکمه پایینی رو من توضیح بدم. ببینید دوستان این دکمه مثبت سی که اینجا می‌بینید، شما هر برنامه‌ای که انتخاب می‌کنید یک تایم مشخصی داره. میتونید به صورت دستی این مثبت سی رو بزنید که برنامه تایم بیشتری داشته باشه، و یه آپشن جالبی که دیگه اینجا داره این برای حالت آشپزی سریع هست یا به اصطلاح استفاده سریع و راحت از دستگاه. بالفرض مثال یه لیوان شیر دارید میخواید بذارید داخل مایکرو و خیلی سریع تو 1 دقیقه اون شیر رو برای شما گرم بکنه. ببین یه بار مثبت 30 رو بزنید 30 ثانیه اضافه میشه، یه بار دیگه بزنم 30 ثانیه دیگه اضافه شد 1 دقیقه. الان رو حالت پخت مایکرو هستش. به محض اینکه استارت رو بزنم دستگاه شروع به کار میکنه. ببینید دستگاه شروع به کار کرد، صدای فنش هم میاد و داره میچرخه و خب متأسفانه هم اینجا ملاحظه میکنید روی حالت مایکرو هستش. ببینید من یک بار استاپ رو که بزنم برنامه متوقف میشه و اگه دوباره استارت رو بزنم برنامه از سر گرفته میشه، که شما میتونید مثلا برنامه رو استاپ بکنید، داخلش رو ببینید که مثلا غذاتون در چه وضعیه، در رو ببندید و مجددا استارت رو بزنید. دوباره این گزینه رو بزنید کلا برنامه‌تون کنسل میشه و خب اینا رو شما حتما مد نظر داشته باشید. خب این قسمت رو که من توضیح دادم، بریم قسمت بالایی که انواع و اقسام پخت و پز رو میتونیم با این دستگاه انجام بدید. ببینید ما روی دستگاه یه منوی کمکی داریم که حالا من شکلش رو زوم شده براتون میذارم اینجا، که انواع و اقسام برنامه‌های یخزدایی، پخت اسنیک، پخت سیب زمینی، پاپکورن، گرم کردن خودکار، سیستم پخت گریل خودکار، برنامه‌های پخت گوشت و گوشت مرغ، اینا رو همه داره که حالا من دونه دونه توضیح میدم. به فرض مثال ما برنامه پاپکورن رو اینجا داریم. زمانی که شما برنامه پاپکورن رو میزنید روی منوی دستگاه اگه دقت بکنید ما 2 تا پاپکورن داریم، 2 تا برنامه پاپکورن، یکی برای 85 گرمه یکی برای 100 گرمه. اگه شما 85 گرم ذرت داری که برنامه اول انتخاب میکنید، اگه 100 گرم داری که دومی رو انتخاب میکنید. که من یه بار دیگه میزنم الان میره روی حالت دومی، در دستگاه رو میبندم، 100 گرم ذرت توشه، استارت رو میزنم، تو مدت زمان 2 دقیقه و 45 ثانیه برای من پاپکورن رو درست میکنه. خب دوبار دیگه کنسل میزنم. برنامه بعدی که اینجا داریم دوستان پخت سیب زمینی هستش یا همون پوتیتو که 6 تا برنامه داره که در واقع هر برنامه ما میگه چه تعداد سیب زمینی میتونه برای ما آماده بکنه. اگر مثلا شما 2 تا سیب زمینی دارید دومی رو بزنید، اگه 3 تا دارید 3، اگه 4 تا دارید 4، 5، 6 و همینطور غیره. حالا من اینو کنسل بزنم و در مورد این دکمه صحبت بکنم. بالفرض شما برنامه پوتیتو رو انتخاب کردید و 6 تا تیکه سیب زمینی دارید، خیلی راحت میتونید اینجا 6 رو بزنید، سریع برید روی برنامه 6م، در دستگاه رو ببندید، سیب زمینیاتون رو گذاشتید و استارت رو بزنید که مدت زمانش الان روی 14 دقیقه و 50 ثانیه تنظیم شده بود که پخت خودکارم هست. خب دوباره کنسل رو میزنیم. خب برنامه بعدی، پخت بعدی برای اسنیک هستش که اونم تقریبا 14 تا برنامه داره دوستان که شما میتونید ازش برای مثلا اسنک کردن بال مرغ یخزده استفاده بکنید، ناگت مرغ یخزده استفاده بکنید یا حتی سیب زمینی سرخ شده منجمد که الان برنامه‌هاشو اینجا شما ملاحظه می‌کنید که مثلا برنامه 56 برای مثلا سیب زمینی سرخ شده منجمد هستش، برنامه‌های 7 و 8 برای تیکه‌های پنیر یخزده هستش، مثلا برنامه 11ش برای فرنی هستش، برنامه 12ش هم برای فرنی هستش. بالفرض مثال من 400 گرم قاچ سیب زمینی دارم، برنامه 14 رو شما نگاه کنید دوستان، پوتیتو ویجت نوشته شده، من مثلا 400 گرم 500 گرم سیب زمینی قاچ شده دارم، میخوام اسنیک درست بکنم. چیکار میکنم؟ برنامه اسنیک رو که زدم میام رو برنامه 14 سویچ میکنم، 14 رو میزنم، به این صورت سیب زمینیامو گذاشتم، سیب زمینی‌های قاچ شده رو و
استارت رو میزنم و تو مدت زمانش هم که ملاحظه کردید 19 دقیقه و 40 ثانیه هستش. به این صورته که شما میتونید از این برنامه‌ها استفاده بکنید. حالا مثلا شما اگر بال مرغ یخ‌زده داشتید از 1 و 2 استفاده بکنید، یا حالا مثلا می‌خواستید فرنی درست بکنید از برنامه‌های دیگه. کلا 14 تا برنامه داره که خودتون میتونید ترنسلیت بکنید، ترجمه بکنید اسم این برنامه‌هاشو. برنامه بعدی هلزی کوکینگ هستش، پخت سالم هستش که یکی از مهمترین برنامه‌های پخت این دستگاه هستش. برنامه پخت سالم یا پخت هم هلزی کوکینگ چند تا برنامه داره؟ 9 تا برنامه داره که شما میتونید دوستان ازش برای پخت گل کلم بروکلی استفاده بکنید، برای پخت هویج، برای پخت لوبیا سبز، برای پخت برنج قهوه‌ای و برای فیله ماهی تازه و یا فیله سالمون تازه مثلا ازش استفاده بکنید. بالفرض مثلا شما اگه هویج دارید برنامه دومی رو انتخاب میکنید، میخوای هویج بذارید داخل دستگاه، هویج رو بپزی، برنامه دومی رو انتخاب میکنید خیلی راحت. یا مثلا برنج قهوه‌ای میخوای درست بکنی، برنامه پنجمی، و به این صورت میتونید ازش استفاده بکنید. ببین الان من برنامه دوم که هویج گذاشتم استارت رو بزنم، مدت زمانش هم که مشخص 4 دقیقه هستش. این از برنامه هلزی کوکینگ هستش. برنامه بعدی میت پولتری هستش، آپشن بعدی که در واقع برای پخت انواع اقسام گوشت قرمز و گوشت مرغ استفاده میشه که اونم 7 تا برنامه داره که برای مثال برنامه اولش چیکن بریست میشه همون سینه مرغ، برنامه دومش میشه برای سینه بوقلمون استفاده میشه، و برنامه‌های پنجم، ششم، هفتمش که برای بیکن مرغ هستش، و برنامه چهارمیش هم که هم املت نوشته شده. حالا دقیقاً معنیشو من نمیدونم چیه. حالا هر برنامه‌ای که شما داشتید میتونید ازش استفاده کنید. به فرض مثال من سینه مرغ دارم، برنامه اول رو انتخاب میکنم و خیلی راحت استارت رو میزنم. حالا مثلا یکی دو تا سینه مرغ میذارید داخل دستگاه و برای شما سینه مرغ رو به اصطلاح آماده میکنه. خب برنامه بعدی اوتو گرین کوک هستش که اونم اینجا نوشته شده. اوتو گرین کوک هم تقریبا 8 تا برنامه داره که شما میتونید برای سرخ کردن مرغ استفاده بکنید، برای سرخ کردن تیکه های مرغ استفاده بکنید، برای ماکارونی منجمد، برای پیتزای منجمد، برای سبزیجات استفاده بکنید، حتی برای گرین کردن گوجه فرنگی هم میتونید استفاده بکنید. حالا قاشهای گوجه فرنگی مثلا اضافه بکنید، یا حتی برای سرخ کردن ماهی. بالفرض مثال من اوتو گرین کوک رو میزنم، ماهی دارم، میخوام ماهی سرخ بکنم، هفتمین گزینه که روست فیش هست رو انتخاب میکنم و استارت رو میزنم و به این شکل میتونم ماهیمو داخل دستگاه چیکار کنم؟ سرخ بکنم. خب اینم از اوتو گرین کوک که خدمتتون توضیح دادم. خب چند تا برنامه دیگه این پایین داریم، سه تا دیگه این پایین داریم که اولی از همشون مهمتره پاور دیفراست یا همون سیستم یخزدایی دستگاه هستش. یکی از مهمترین برنامه‌های دستگاه هستش که ما 4 تا برنامه یخزدایی داریم که یکی برای گوشت قرمزه، یکی برای گوشت مرغ، سومی برای گوشت ماهیه، چهارمی هم برای انواع اقسام نون و خمیر کیک و یا کیک میتونید استفاده بکنید. بالفرض مثال من الان ماهی یخزده دارم، میخوام یخزدایی رو انجام بدم. چیکار میکنم؟ گزینه سومی رو انتخاب میکنم که اینجا در واقع نوشته شده و میتونم گزینه استارت رو بزنم. 300 گرم مثلا یه یخزده داری و گزینه استارت رو میزنید. تو 9 دقیقه دستگاه سیستم یخزدایی رو برای شما فعال میکنه و یخ مواد غذایی شما رو باز میکنه. حتی میتونید برای ذوب کردن انواع اقسام کره، شکلات اینا ازش استفاده بکنید. برنامه بعدی اتو ریهیت هستش یا همون داغ کردن مجدد خودکار. مثلا یه غذایی داری سرد شده میخواید بذارید داخلش که سریع غذا رو برای شما ریهیت یا داغ بکنه که اتو ریهیت هم تقریبا 12 تا برنامه داره دوستان که اگر دقت بکنید شما میتونید انواع اقسام قابلمه غذا که از قبل آماده کردین، حالا مثلا قابلمه‌ای که غذاهای مختلفی توش سرو شده بر حسب گرم هم حالا براتون می‌نویسه. شما میتونید پاستا سوپ هم بذارید توش که همیشه ماکارونی خودمون یا همون سوپ مثلا اضافه بکنید که برنامه پنجم، ششم، هفتم و هشتمش برای اینه، ولی خب به گرم نوشته شده، یعنی از 200 گرم تا تقریبا 920 گرم شما میتونید ماکارونی یا سوپ یا حالا غذایی که تو قابلمه مونده بذارید داخل دستگاه که برای شما مجددا غذا رو داغ و گرم بکنه. یا اینکه مثلا تکه‌های پیتزا که مثلا برنامه 9 تا 12مش اینجا نوشته شده توی عکس مشخصه، مثلا شما یه قاچ پیتزا دارید، 2 تا، 3 تا، 4 تا، چند تا اسلایس که باشه میتونید اضافه بکنید. به فرض مثال من پیتزای یخزده دارم، خب 2 تا تیکه دارم، برنامه دهمیه، دهمی رو میزنم، اون 2 تا تیکه پیتزامو میذارم داخل مایکرو و برای من تو مدت 2 دقیقه چیکار میکنه؟ غذا رو مجددا گرم و داغ میکنه. این به این صورت شما میتونید ازش استفاده بکنید. آپشن بعدی این دستگاه که خیلی مهمه کیپ وارم هستش یا همون گرم نگه داشتن هستش. ببینید یه زمانی شما غذا رو آماده کردین، غذا رو پختید ولی نمیخواید الان سرو بشه، میذارید داخل دستگاه کیپ وارم میزنید که اونم 2 تا گزینه داره، 2 تا حالت داره، جفتش هم که 60 دقیقه است. ببینید من حالت کیپ وارم 1 اگر بزنم
60 دقیقه غذایی که آماده شده داخل مایکرو گرم میمونه. تو این 60 دقیقه برای من گرم نگه می‌داره. که حالا تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون اینه کیپ وارم 1 دمای کمتری رو داره، کیپ وارم 2 دمای بیشتری رو داره. و خب اگر احساس بکنید که غذاتون نیازه که حالا گرمتر و داغ‌تر بمونه، گزینه 2 رو بزنید و استارت رو بزنید. کامل غذای شما رو تا 1 ساعت داخل خودش گرم نگه می‌داره که غذاتون گرم سرو بشه و غذاتون سرد نشه. خب برنامه بعدی ما گرین رو داریم دوستان اینجا که شما به صورت دستی به مایکروویو تایم میدید. پورت گرین رو شما زمانی استفاده میکنید که از این سینی باید استفاده بکنید. همین دو پای این سینی مخصوص گرین هستش. حالا برای کبابی کردن، برشته کردن، زغالی کردن و یا تورت کردن غذاتون میتونید استفاده بکنید. از گرین که خواستید استفاده بکنید چیکار میکنید؟ ببینید شما صرفا زمان میدید. به فرض مثال 5 دقیقه زمان میدید به این صورت. ببینید 5 دقیقه زمان میدید، منم 5 دقیقه زمان دادم و استارت رو میزنم و به این صورت الان رو حالت گریل دستگاه من از المنت و هیترش استفاده میکنه و تو مدت زمان 5 دقیقه میخوام که غذا رو برشته و کبابی کنم. این از برنامه پخت گریل. دوباره اینو میزنیم، برنامه کنسل میشه. برنامه بعدی پخت ترکیبی هستش که حالا اونم داخل دفترچش اشاره شده که شما میتونید برای پخت خیلی از انواع و اقسام غذاها ازش استفاده بکنید. البته یه نکته رو دوستان مد نظر داشته باشید، تو حالت مایکرو که از دستگاهتون استفاده میکنید، اگر این آیکون اومد بالا، یعنی هر زمان که داشتید پخت رو انجام میدادید این آیکون اومد بالا، ترجیحاً رو حالت مایکرو از ظروف فلزی، ظروف دورکوب نقره یا ظروفی که به هر دلیلی حالا از فلز در اون استفاده شده استفاده نکنید. ترجیحاً رو حالت مایکروویو از ظروف‌های شیشه‌ای و پیرکس استفاده بکنید. حالا ظروف‌های پلاستیکی هم میتونید استفاده بکنید، ولی خب احتیاط بکنید که خیلی زیاد داغ و گرم نشن. خب اینم از برنامه کامبی یا همون ترکیبی که اینم شما زمان میدید. به فرض مثال من 12 دقیقه زمان میدم، حالت پخت گریل و حالت پخت ترکیبی و استارت رو میزنم. به این صورت میتونید استفاده بکنید. خب اینم از برنامه پخت ترکیبی. آخرین برنامه هم که اینجا ملاحظه میکنید، حالا من تلفظش رو اگر اشتباه نخونم دیودوریزیشن میشه. دیودوریزیشن که در واقع برای بوزداییه. به فرض مثال چند بار با دستگاهتون پخت و پز انجام دادید، احساس کردید داخل دیگتون بوی غذا گرفته، اینو بزنید، مدت زمان 5 دقیقه دستگاه شما به صورت خودکار عمل بوزدایی رو هم برای شما انجام میده. خب دیگه تمام آپشن‌ها شما توضیح دادیم و خب چیز خاص دیگه ای نداره، ولی خب بهتره که زمانی که این مایکروویو رو خریدید حتما دفترچه راهنماش رو مطالعه بکنید، چون خیلی بیشتر از این آپشن‌ها و گزینه‌ها داخل دفترچه توضیح داده شده به همین برنامه‌هایی که اینجا می‌بینید و شما میتونید یه عالمه غذای مختلف رو با این مایکروویو درست بکنید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی دیگر بدرود.